اگه کارمندی و دنبال شغل دومی به جای اینکه پاشی بری اسنپ کلا 7 میلیون در بیاری، کلش هم بشه خزینه استهلاک ماشینت نگه دار سفر رفتنات، جاش یه شغلی الان بهت معرفی میکنم تا آخر ویدیو که بالای 50 میلیون باشه میتونی درآمد داشته باشی. اولین کاری که می‌کنی سایت دیجیکالا رو باز کن، برو تو دسته‌بندی کالا، یکی از دسته‌بندی‌ها رو انتخاب کن، مثلا کفش مردانه. بعد ببین بزن به ترتیب پرفروش‌ترین اینا. ببین پرفروش‌ترین محصولاتش چیه. برو تو بازار عمده بگرد اون محصول پیدا کن و بخر. یا حتی باش تهیه کن که اگه من سفارش داشتم از تو میگیرم. بعدش میری سرچ می‌کنی تو گوگل چی؟ سرچ می‌کنی سلر دیجیکالا. بعدش وارد همین صفحه‌ای میشی، زده ثبت نام فروشنده. ثبت نام فروشنده رو میزنی. یه نکته داره. نگران این نباش که آقا من جواز کسب ندارم، مغازه دارم. اصلا مهم نیستش اینا. تو میتونی فروشنده حقیقی بشی، فقط با یه کد ملی استارت میزنی. بعد از اینکه ثبت نام تو انجام دادی، میری روی همون محصولی که شناسایی کرده بودی، روی اون محصول میزنی که منم میخوام فروشنده این محصول بشم. بعد میری میشینی سر کارت. همون موقع که داری کاراتو انجام میدی، خود دیجیکالا داره ماهی بالای 50 میلیون برات درآمد کسب میکنه. نه ماشینت استهلاک براش پیش میاد، نه یه قرون دوزار دیگه در میاری.